اینجا عرض میکنیم النجده، صاحب النجده، صاحب کمک رساندن به خصوص به پیغمبر صلی الله علیه و آله و مبید الکتائب، الله اکبر، صاحب السوابق و المناقب و نجده و مبید الکتائب. مبید یعنی عباده کننده، خود عباده یعنی نابود کردن، از بین بردن. الان در زبان عربی امروز وقتی میخوان حشرات رو از بین ببرن، به اون وسیله‌ای که حشرات رو از بین میبرد، حشرات مؤذی و زیانده، به این میگن مبید الحشرات، این نابود کننده حشرات، قلع و قم میکنه، نابود میکنه. امیرالمومنین صلوات الله وسلامه علیه از طرف خدای متعال مبید الکتائب. کتائب جمع کتیبه است. کتیبه یعنی لشکر، بخشی از لشکر یا کل لشکر بهش میگن کتیبه. اون کتیبه هایی که آمده اند به جنگ پیغمبر صلی الله علیه و آله، چه کتیبه هایی که مردم نمی بینند یعنی جن، و چه کتیبه هایی که مردم می بینند یعنی انس، اینها را امیرالمومنین نابود میکنه. الان ما یه بحث اینجا عرض میکنیم که شاید به احتمال زیاد نشنیده باشید که امیرالمومنین سلام الله علیه جنگ میکرد با لشکرهای جن که کار هر کسی نیست. سلیمان ابن داودش هم از جن حذر میکرد و اون جریانی که اجنه انگشتر سلیمان رو دزدیدند که قدرت حضرت سلیمان علیه السلام در انگشترش بود و اجنه اون انگشتر رو دزدیدند. یک عالم عجیبی جن، و جن از 12 امام میترسد و از سیدهم امیرالمؤمنین سلام الله علیه حذر میکنند و میترسند. وقت این رو نشنیدید، علامه مجلسی رضوان الله علیه گمان کنم در جلد 39 بهار یه بابی در فضائل حضرت صلوات الله علیه با جن مطرح میکنه. اما اون چیزی که میخواهم عرض بکنم، مبید الکتائب، نابود کننده و هلاک کننده لشکریان، چه جن و چه انس. و در جنگ احد امیرالمؤمنین سلام الله علیه با لشکریان جن جنگید که این رو خیلی بهش اشاره نمی کنن و بهش توجه نمی کنن. اصلا حقیر فقیر نشنیدم تو این بحث وارد بشوند، حالا من نشنیدم، و این مسئله رو باز بکنن. آقا امیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه صاحب السوابق و المناقب و النجده و مبید الکتائب، کتیبه ها، لشکرهای جن و انس رو که به جنگ خدا و پیغمبر اومدن فقط امیرالمؤمنین سلام الله علیه از بین میبرد. حالا ما دیشب یه بخشایی رو عرض کردیم، بعضی دوستان نبودن، از جمله که گفتیم که خداوند به پیغمبر میفرماد که و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا برای من از نزد خودت سلطانی قرار بده که این سلطان مرا کمک کند و یاری کند. و عرض کردیم علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل می کند که اون سلطان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و اون سلطانی که پیغمبر یاری کرد حضرت امیر صلوات الله وسلامه علیه بود.